خب میرسیم به معامله روی نفت. در این قسمت قراره یکی از معامله هایی که خودم میخوام بزنم رو اینجا هم با دلیل بهتون آموزش بدم. در اینجا میبینیم که ما یک خط روند داریم و نفت الان روی 72.21 سنت هستش. ما اینجا یک خط روند داریم و نفت مداوم به این خط روند برخورد کرده. طبق دیدگاه کسانی که سمارت مانی یا RTM کار میکنند به این خط روند LQ یا لیکویدیتی میگن یا نقدینگی بازار. کلاسیک کارها وقتی قیمت به این خط روندها برخورد میکنه و میریزه ایمان دارند و میگن که دفعه بعدی هم وقتی برخورد بکنه میریزه و ما میتونیم روی این معامله باز بکنیم. در اینجا ما دو تا نقدینگی داشتیم. اولین نقدینگی این بیس بود که اگر دقت بکنید کامل نقدینگی و سفارشات این بیس را از بین برد. دومین نقدینگی که نقدینگی مهمتری هم هست مربوط به این خط روندی هست که رسم کردم. به طور کلی اگر به یک خط روند برخورد زیادی داشته باشیم اون خط روند اعتبار خودش رو از دست میده، چون در هر سری سفارشات مربوط به LQ و ساختار یک دیدگاه بر اساس خط روند تشکیل میشه و باعث میشه که قیمت هر بار که به این خط روند برخورد میکنه و واکنش میده یک فضای مناسبی برای شکار نقدینگی معامله‌گران خرد داشته باشه. همینجا که دارید میبینید بعد از جمع‌آوری نقدینگی این بیس، زدن حد ضرر کسایی که تو این بیس میخواستن نفت رو ترید بکنند، حالا نوبت میرسه به احتمال زیاد جمع‌آوری نقدینگی. اگر الان بخوایم بر اساس این قضیه نفت رو معامله بکنیم سعی بکنید در تایم روزانه یا همین تایم 4 ساعته دنبال یک تریگر باشید. یک تریگر نسبتا خوب، مثلا خط روند الفونسویی بتونید از اینجا رسم بکنید یا الگوهای کندلی هم میتونند مناسب باشند. ولی وقتی قیمت تا به اینجاها رسید میتونید کم کم به فکر معامله بای روی نفت باشید و من حد سودم رو اینجا گذاشتم و حد ضررم رو هم اینجا. به طور کلی وقتی شما بخواید LQ ها رو ترید بکنید قانون نیست ولی اکثرا جواب داده 50% حرکت LQ خب قیمت حرکت میکنه با احتمال تقریبا 90%. اگر دقت کنید LQ از اینجا شروع شده و تا اینجا ادامه پیدا کرده و 50%ش تقریبا میشه اینجا، یعنی 75 و 43. من یه دونه خط میذارم. به احتمال زیاد قیمت به اینجا خواهد اومد. این تارگت اولمونه، تارگت بعدیمون هم اینجاست. اگر بخواید مدیریت معامله داشته باشید بعد از رسیدن قیمت نفت به تارگت اول معامله رو 50% حجمش رو ببندید، حد ضررتون رو منتقل بکنید و حد سود به منظور حد نقطه ورود و معامله از اینجا به بعد ریسک به فری میشه، یعنی دیگه خطری برای شما ایجاد نمیکنه. همین. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کافی رو برده باشید. نتیجه معامله هم دوباره در کانال بارگذاری خواهد شد. خسته نباشید.